دعا خیلی مهمه، خیلی مهمه. این دعا رو باید یاد بگیریم. زندگی انسان تغییر میده، ما را به آرزوهای ما میرسه. شما در این داستان خواندید که حضرت موسی مهاجر میشه، از سرزمینش هجرت میکنه، میاد به سرزمین شعیب. بسیار همونطور رنج دیده، خسته، غم دیده، پریشان، ولی با نمی دو تا دختران کمک و همکاری میکنه. بعدن در یک گوشه که همونجا میره میشینه، یک دعایی میخوانه. موسی وقتی هجرت میکنه سرزمین نداره، میاد به سرزمین شعیب. خانه نداره، میاد صاحب خانه میشه. زن نداره، به سرزمین میاد صاحب همسر میشه. کل زندگیش جور میشه، ولی دعای کرده. چی دعا کرده؟ رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگارا، هر قدر خیر و خوبی از جانبت به من برسه، من محتاج هستم، ضرورت دارم، به اون نیازمند هستم. ما و شما همه به الله محتاجیم، همه ما ضرورت